خب بریم سراغ حسن ختام کتاب فیزیک 3 پایه 12. آخرین مبحث پرسش‌ها و مسئله های فصل 4. از اثر فوتوالکتریک و فوتون شروع میکنیم. سوال اول میگه یه لامپ حاوی گاز کمفشار سدیم فوتون‌های با طول موج 589 نانومتر گسیل میکند. الف بسامد و انرژی فوتون‌های گسیلی را حساب کنید. انرژی را هم بر حسب ژول و هم بر حسب الکترون ولت بیان کنید. طبق معمول که از اول تا اینجا دیدیم روش حل کردن مسئله هامون به این صورت: اول داده های مسئله رو مشخص میکنیم، بعد اون چیزی رو که ازمون میخواد بر اساس اینا مسئله رو حل میکنیم. گفته طول موج 589 نانومتر، پس زیرش خط میکشیم، مینویسیم لاندا مساوی با 589. بعدن که میخوایم تبدیلش کنیم به متر ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنیم. الف بسامد، زیرش خط میکشیم، یعنی F مساوی با علامت سوال و انرژی فوتون های گسیلی، بازم زیرش خط میکشیم، ای مساوی با علامت سوال. یادمون باشه که الکترون رو انرژیشو هم بر حسب ژول خواسته هم الکترون ولت. خب پس الان داده های مسئله ما به این صورت: لاندا 589، F مساوی با علامت سوال، ای مساوی با علامت سوال. برای اینکه F رو پیدا کنیم رابطه که همیشه مشخص بود، لاندا مساوی با سی به روی F. این رابطه رو دیگه اینقدر استفاده کردیم حفظیم. کافیه که عدد گذاری کنیم، به جای لاندا بذاریم 589 که حتما باید بر حسب متر باشه، پس ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنیم. به جای سرعت نور 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه رو میذاریم. F هم که مجهول مسئله است میخوایم پیداش کنیم. توی این کسر کافیه که جای F رو با 589 ضرب در 10 به توان منهای 9 جابجا کنیم تا مقدار F به دست بیاد. میشه 3 ضرب در 10 به توان 8 روی 589 ضرب در 10 به توان منهای 9. 3 رو تقسیم بر 589 میکنیم، میشه 5000. 10 به توان 8 تقسیم بر 10 به توان منهای 9، میدونیم که 10 به توان منهای 9 میره توی صورت، توانش مثبت میشه. 9 8 میشه 17. پس فرکانسمون میشه 10 به توان 17 هرتز. اینجا تونستیم F رو برای قسمت الف به دست بیاریم. در ادامه قسمت الف چون F رو احتیاج داریم، بنابراین مقدار F رو توی داده های مسئله می نویسیم. لاندا رو داریم، F رو داریم، این دفعه ای رو میخواد. بالای صفحه 98 کتاب یه قسمت توجه داشت. اگر اونجا رو دیده باشین که خیلی خوب با هم دیگه زمانی که داشتیم درسشو مطالعه میکردیم خیلی خوب توضیح دادم که چرا انرژی رو به جای ژول بر حسب الکترون ولت بیان کردیم. به خاطر این ژول واحد خیلی بزرگی بود برای انرژی الکترون ها و ذرات داخل اتم. و اینکه چطوری تونستیم ژول رو تبدیل کنیم به الکترون ولت رو هم اونجا به طور مفصل توضیح دادیم. پس فقط الان از مقدار داده هاش استفاده میکنیم. توی همون قسمت بالای صفحه 98 کتاب ثابت کردیم که اگر بخوایم ثابت پلانک رو یعنی H رو بر حسب ژول ثانیه بگیم، مقدارش میشه 6.63 ضرب در 10 به توان منهای 34. و اگر بخوایم بر حسب الکترون ولت ثانیه بگیمش، مقدار ثابت پلانک رو میشه 4.14 ضرب در 10 به توان منهای 15. پس الان که انرژی رو هم بر حسب ژول خواسته هم الکترون ولت، ما باید از فرمول E مساوی با HF استفاده کنیم. F رو تو قسمت الف به دست آوردیم، ثابت پلانک رو یه بار 6.63 ضرب در 10 به توان منهای 34 میذاریم تا بر حسب ژول به دست بیاد انرژی، یه بار بر حسب 4.14 ضرب در 10 به توان منهای 15 میذاریم تا انرژی بر حسب الکترون ولت به دست بیاد. خب حالا همینطور که میبینین اگر مقدار H رو 6.63 ضرب در 10 به توان منهای 34 بذاریم، این میشه H مون، به جای F مون هم که همون 5000 ضرب در 10 به توان 17 رو قرار میدیم. مقدارش رو محاسبه میکنیم، کافیه 6.63 رو ضرب در 5000 کنیم، مقدارش میشه 0.033.
از اون طرف 10 به توان منهای 34 ضرب در 10 به توان 17 توان عدد بزرگترمون منفیه، پس منفیشو نگه میداریم، 17 رو از 34 کم میکنیم میشه 10 به توان منفی 17. حالا اگر بخوایم به جای H مقدار 4 × 14 ضرب در 10 به توان منهای 15 رو بذاریم، انرژیمون بر حسب الکترون ولت به دست میاد. پس بازم مقدار H رو عدد 4 × 14 ضرب در 10 به توان منهای 15 میذاریم. F رو هم که تو قسمت الف به دست آوردیم 5000 ضرب در 10 به توان 17. 5000 ضرب در 4 × 14 میشه 0.0 20. 10 به توان منهای 15 با 10 به توان 17 هم میشه 10 به توان 2. پس انرژی بر حسب الکترون ولت میشه این مقدار، بر حسب ژول هم که عدد قبلی بود که به دست آوردیم. این قسمت الف بود. میریم سراغ قسمت ب. میگه اگر توان تابشی مفید لامپ برابر نیم وات باشه، در هر دقیقه چند فوتون از این لامپ گسیل می شود؟ توان تابشی رو با چی نشون میدیم؟ با پی. پی اصلا یعنی توان، یعنی پاور. بنابراین پیمون نیم واته در هر دقیقه، پس زیرش خط میکشیم، این میشه تیمون که 1 مینه، بعد تبدیلش کنیم به ثانیه میشه 60 ثانیه. چند فوتون زیرش خط میکشیم، n مساوی با علامت سوال. باز مشخصات سوال رو پیدا کردیم، چیزی رو هم که ازمون میخواد نوشتیم. یکیش اینه که پی نیمه، تی 60، n چقدره. خب ببینین فرمول n این هست: ای هر فوتون تقسیم بر انرژی کل لامپ تو اون مدت زمان، که حالا مدت زمانش 1 دقیقه است، همون 60 ثانیه است. این فرمول دم دستی و راحتشه. اینکه این فرمول از کجا اومده خیلی مهمه که بدونین. اون وقت هیچ وقت شما مجبور نیستین چیزی رو حفظ کنین، چون فهمیدینش اصلا یه قاعده خیلی منطقی تو ذهنتون پیدا میکنه. اینه که اگر شکل مسئله عوض بشه، اگر محتواش به یه شکل دیگه بشه، در هر حال شما چون قضیه رو به صورت منطقی فهمیدین خیلی راحت تر میتونین حلش کنین. بیاین اول انرژی کل تابش شده توسط لامپ تو اون 1 دقیقه رو محاسبه کنیم. از اونجایی که توان رو داده، زمان رو هم داده، بنابراین از فرمول انرژی مساویه با پی تی استفاده میکنیم. حاصل ضرب توان ضرب در زمان میشه انرژی. مقدار پی رو میذاریم همون نیم واتی که داده، به جای تی هم میذاریم 60 ثانیه. 1 دقیقه 60 ثانیه است. مقدارش میشه 30 ژول. پس انرژی کل تابش شده توسط لامپ در 60 ثانیه میشه 30 ژول. این فرمول n مساوی با ای هر فوتون به انرژی کل تو اون زمان از این رابطه اومده. کافیه یه جدول تناسب ببندیم و اینطوری بگیم هر فوتون یعنی 1 انرژیش اینقدره. حالا که 30 ژول انرژی داریم، انرژی کلمون اینقدره، یعنی چند تا فوتون داریم؟ این فرمول بود که الان اینجا n رو که بخوایم به دست بیاریم از این رابطه به دست میاد، میشه 30 ژول تقسیم بر 0.033 ضرب در 10 به توان منهای 17. حالا دیگه شما مجبور نیستین که فرمول ای هر فوتون به ای کل رو حفظ باشین. حتی اگرم یادتون نیاد یا یک مسئله باشه مشابه این، یه پارامتر دیگر ازتون بخواد، شما همیشه تو ذهنتون یک مدار منطقی برای این ساختین توی این جدول تناسب. محاسبه‌ش هم که به این صورته: 30 رو تقسیم بر 0.033 میکنیم، مقدارش میشه 909. 10 به توان منهای 17 از مخرج میاد تو صورت، میشه 10 به توان 17. پس تعداد فوتون هامون در هر دقیقه میشه این تعداد. خب سوال 2 رو با هم میخونیم. توان باریکه نور خروجی یک لیزر گازی هلیوم نئون 5 میلی واته. اگر توان ورودی این لیزر برابر 50 وات باشد، الف بازده لیزر را حساب کنید. طبق قرارمون داده های مسئله و اون چرا که از ما میخواد رو یادداشت میکنیم. گفته که توان خروجیش 5 میلی واته. پس می‌نویسیم پی خروجی 5 میلی وات که برای اینکه تبدیلش کنیم به وات کافیه ضرب در 10 به توان منفی 3 کنیم.
توان ورودیش رو هم داده 50 وات، پس پی ورودی رو می‌نویسیم 50 وات، چون هر دو تا پی هست برای اینکه اشتباه نشه اندیسای ورودی و خروجی رو برای هر دو تاشون میگذاریم. قسمت الف گفته بازده لیزر را حساب کنید. ببینید مفهوم بازده یعنی چی؟ بازده یعنی نسبت به این مقدار ورودی که ما داریم چقدر سیستم ما میتونه خروجی بده. این میشه بازده سیستم. پس بازده میشه کسری که مخرجش توان ورودیه، یعنی نسبت به این مقدار ورودی صورتش توان خروجیه، چقدر خروجی به ما میده. عموما بازده رو به صورت درصد بیان میکنن، بنابراین 1 ضرب در 100 هم کنارش میذاریم. توان خروجی رو داده 5 میلی وات، یعنی 5 ضرب در 10 به توان منهای 3 به جاش میذاریم. توان ورودی رو داده 50 وات به جاش میذاریم، اونم که 100مون 10 به توان 2. 5 تقسیم بر 50 میشه 1/10. 10 به توان منهای 3 ضرب در 10 به توان 2 هم که میشه 10 به توان منهای 1. 10 به توان منهای 1 یعنی که این عدد قبلیش یک رقم ممیزش بره عقب، 1/10 بشه 1/100. پس مقدار بازدهمون میشه 1/100%. اما بریم قسمت ب. گفته اگر طول موج پرتو خروجی 633 نانومتر باشد، در هر ثانیه چند فوتون از لیزر گسیل می شود؟ باز اطلاعات مسئله رو یادداشت میکنیم. طول موج رو داده 633، لامدا مساوی با 633 نانومتر، پس باید حتما ضرب در 10 به توان منفی 9 بشه. در هر ثانیه زیرش خط میکشیم تی مساوی با 1 ثانیه. چند فوتون؟ n مساوی با علامت سوال. توی قسمت به سوال 1 هم اگر یادتون باشه گفتیم هم میتونیم n رو از فرمول ای هر فوتون به ای کل استفاده کنیم، یا اینکه بیایم یک جدول تناسب ببندیم و دیگه این مدار رو به صورت منطقی تو ذهنمون قرار بدیم. دیگه هیچ وقت نگران این نباشیم که هر قسمتی از داده رو که از ما بخواد نگران این باشیم که فرمولش چی میشه. جدول تناسبمون میشه، میگیم یک فوتون انرژیش اینقدر، انرژی هر فوتون چون بستگی به طول موجش داره عموما از فرمول hc به لامدا به دست میاد. پس یک فوتون انرژی hc به لامداه. حالا که انرژی کل خروجی ما پی ضرب در تیه، چون هم توان خروجی رو داده هم زمان مورد نظر رو، پس از فرمول پی تی استفاده میکنیم. n مساوی با علامت سوال. حالا اون که راحت تره n مساوی با پی تی، ای مساوی با پی تی، اول اینو انجام میدیم. ای مساوی با پی، یادمون هست که پی خروجی رو باید استفاده کنیم. پس 5 ضرب در 10 به توان منهای 3، زمانش هم که 1 ثانیه است، به جای تی هم میذاریم 1. پس ای ما میشه همون 5 ضرب در 10 به توان منهای 3. کافیه که این رو مقدار پیتی رو توی جدول تناسبمون به جای اون عدد جاگذاری کنیم. و برای انرژی هر فوتون از فرمول چی استفاده میکنیم؟ ای مساوی با hc به لامدا. h که مقدار 6.63 ضرب در 10 به توان منهای 34 هست. c سرعت نوری که همون 3 ضرب در 10 به توان 8. طول موج رو لامدا رو داده 633، چون نانومتر بود گفتیم ضرب در 10 به توان منهای 9ش میکنیم. محاسبات رو انجام میدیم، ضرب و تقسیم ها رو انجام میدیم. ای در نهایت میشه 0.031 ضرب در 10 به توان منهای 17. حالا میتونیم به جای انرژی هر فوتون توی جدول تناسبمون این عدد رو هم جاگذاری کنیم. حالا که همه عددا رو داریم به جز n، میایم از طرف این وسطین استفاده میکنیم. n مساوی میشه با 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 تقسیم بر 0.031 ضرب در 10 به توان منهای 17. باز محاسباتش انجام میدیم. اون عددهایی که با هم تقسیم شدن اونا رو جدا می‌نویسیم، توانهامون هم جدا محاسبه میکنیم. مقدار n میشه 161.2 ضرب در 10 به توان 14. خب میرسیم به سوال 3. سوال 3 رو من از روی تصویر توضیح میدم، یعنی همزمان که سوال رو میخونم مشخصات مسئله رو هم با همدیگه روی شکل بررسی میکنیم. میگه یک لامپ رشته‌ای با توان 100 وات از فاصله 1 کیلومتر دیده میشود.
بنابراین تو عکس نگاه کنین، چشم ما که در فاصله 1 کیلومتری یعنی 1000 متری قرار داره از لامپ، میتونه نور لامپ 100 واتی رو ببینه. فرض کنید نور لامپ به طور یک نواخت در فضای اطراف آن منتشر می شود و بازده لامپ 5% است. حالا خودش توضیح میده که منظورش از این بازده لامپ 5% یعنی چی. تو پرانتز میگه یعنی از این 100 وات توان لامپه فقط 5 واتش در محدوده نور مرئی قرار داره و فقط 1% این تابش دارای طول موج حدود 550 نانومتر است. یعنی از اون 5 وات نور مرئی هم فقط 1%ش، پس میشه 500 واتش مربوط میشه به نور 550 نانومتری که یه رنگ سبز مایل به زرد داره که تو شکل میبینین. من فوتون ها رو با این رنگ کشیدم. در بین امواج مرئی از بنفش تا قرمز رو شامل میشه، یعنی بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنج، قرمز. الان ما فقط اون قسمت سبز مایل به زردش رو احتیاج داریم. حالا گفته در هر ثانیه، یعنی تی مساوی با 1 ثانیه، چه تعداد فوتون، یعنی n مساوی با علامت سوال، این طول موج 550 نانومتر وارد مردمک چشم ناظر میشه که توی این فاصله 1000 متر قرار داره. قطر مردمک رو هم داده 2 میلیمتر که شعاعش رو بخوایم حساب کنیم میشه نصفش، یعنی 1 میلیمتر و میشه 1 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر. تعداد کل فوتون هایی که با طول موج 550 نانومتر در فضای اطراف این لامپ تا شعاع 1 کیلومتری توزیع میشن رو میتونیم راحت به دست بیاریم و به این شرط هم توجه بکنیم که توان لامپ رو 500 در نظر بگیریم، چون فقط بررسی ما از بین امواج مرئی فقط در مورد طول موج 550شه. پس اینجا یه جدول تناسب میبندیم به این شکل که اگر در فضای 4πr2 n تا فوتون با طول موج 550 قرار داشته باشه، که اینجا دقت میکنیم آر بزرگه مربوط به لامپ، آر شعاع لامپ، اون فاصله که داره دیده میشه، و n هم n بزرگ می نویسیم که بعدا با اون n کوچیکی که میخوایم استفاده کنیم اشتباه نشه. هر چیزی که مربوط به لامپ رو با حروف بزرگ می نویسیم، r بزرگ، n بزرگ. در فضایی به حجم 4πr2 یعنی مردمک چشم ما چند تا فوتون وارد میشه؟ 4πr2 اینجا با r کوچیکه. خب ببینید توی سوال 1 ممکنه سوال براتون پیش بیاد. تو سوال 1 چرا جدول تناسبمون یه شکل دیگه بود؟ اینجا مدل جدول تناسبمون کلاً با سوال 1 قسمت ب فرق میکنه، چون اونجا گفته بود در هر دقیقه چند فوتون از این لامپ گسیل میشه، نگفته بود تو چه فاصله‌ای، نگفته بود به چه حجمی از مردمک چشم. برای همین ما یه جدول تناسب بستیم، محاسبه کردیم که هر فوتون اینقدر انرژی داره، حالا که انرژی کل لامپ مثلا 30 ژوله، پس چند تا فوتون داریم و مسئله تموم شد. اما اینجا چون فاصله از منبع لامپ و حجم فضایی که نور واردش میشه، یعنی مردمک چشمم باید در نظر گرفته بشه، پس جدول تناسبمون رو بر اساس حجم کره اطراف لامپ و حجم کره مردمک چشم می‌نویسیم. از اینجا به بعدش دیگه حل خیلی راحته. ببینیم ما برای اینکه تعداد فوتون هایی رو که توی حجم 4πr2 اطراف لامپ وجود داره به دست بیاریم، میایم از فرمول E مساوی با NHC به لامدا استفاده میکنیم. همیشه از این فرمول استفاده میکنیم. منتها همیشه تو فرمولای قبلی n رو n کوچیک مینوشتیم، اینجا چون مربوط به لامپ گفتیم همه عناصر رو از حروف بزرگ استفاده میکنیم، n بزرگ مینویسیم و توان 550 نانومتر تولید کننده رو هم داریم 500. پس به جای E به جای انرژی PT میذاریم. پس میگیم PT مساوی با NHC به لاندا. حالا N بزرگ رو از توی این رابطه به دست میاریم، میشه PT لاندا به روی HC. کافیه که عدد گذاری بکنیم و مقادیرش رو به دست بیاریم. به جای P میذاریم 500. گفته توی هر ثانیه T میشه 1. طول موجمون 550 نانومتره، پس ضرب در 10 به توان منفی 9 هم میکنیم. H ثابت پلانکه که همیشه بود 6.63 ضرب در 10 به توان منهای 34. C هم که سرعت نور 3 ضرب در 10 به توان 8. محاسبه که میکنیم مقدار عددی که برای n بزرگ یعنی تعداد فوتون های
با طول موج 550 اطراف لامپ تولید میشه، تعدادش میشه 1/3 ضرب در 10 به توان 17. حالا کافیه که این مقدار رو توی جدول تناسبی که داشتیم جاگذاری کنیم. میگیم تو فضای 4πr2 اطراف لامپ 1/3 ضرب در 10 به توان 17 فوتون وجود داره. از این تعداد چقدرش به PR2 یعنی حجم فضای 4πr2 یعنی حجم فضای مردمک چشم ما میرسه؟ اینجا هم n کوچیک مساوی با علامت سوال جدول تناسب رو میبندیم. n مساوی میشه با چی؟ 1/3 ضرب در 10 به توان 17 ضرب در 4πr2 تقسیم بر 4πr2 بزرگ. 4π که همینطور اول کار با هم میرن. بنابراین تنها چیزی که میمونه عددهای باقی مونده مونه. با هم ضرب و تقسیمش رو انجام میدیم. مقدارش میشه 0.325 ضرب در 10 به توان 5 و اینجا مسئله حل شد. اینا و یه عالم مطالب جالب و هیجان انگیز فیزیک درسی در فیزیک فور فان. پس با من همراه بشید و با دنیای پر رمز و راز فیزیک بیشتر آشنا بشید. کانال رو سابسکرایب کنید. اگه مطالب توی فهم سریعتر و بهتر کتاب درسی کمکتون کرده، لایک کنید و این مطالب مفید رو با دوستاتون شیر کنید. حتما سوالاتون رو توی کامنت ها بپرسید و منم حتما جواب میدم.